والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاج محترم، الحمدلله از در ماه من شما زیارت مدینه منوره ادا کردن و مکه مکرمه آمدن عبادت عمره و فرقه الحمدلله اجرا کردن. الله سبحانه و تعالی امید میکنیم که الله قبول درگاهش کرده باشد. عمره مبرور، عمره مقبول گردانده، گناهان مغفرت کرده، یک جنت کلید گرفته الله هر یک ما نصیب دار گرداند. این داشته تا آخر عمره الله خودش به عبادت کرده، روزگار خودش، رحمت خودش به سزاوار شدن برای هر یک ما شما نصیب دار گرداند. حاج محترم، امروزه جایی که من شما زیارت میرم، زیارت ها عبارت است از غار ثور، جبل الرحمه، کوه رحمت، کوه عرفات، وادی مینا، وادی مزدلفه، جبل النور، غار حرا، مقبره خدیجه مادرمان انشاءالله. امروزه جایهایی که من شما عبادت یعنی زیارت میکنم، این جایها یعنی امروز برای من شما فقط اینجا برای عبادت نه، برای تاریخ که تنشیده میرم. انشاءالله هر یک امید امید ما که انشاءالله حج فرضا آمدن نیت هیده انشاءالله. یعنی من شما میرم اونجا از تاریخ و خارج نه برای تنشیدن که حاجهایی که حج فرضی میبیان همون جایهای مبارک آمده اونجا دن. خیلی که من شما من امرند آمده عبادت کردم از اطراف کعبه، یکی از رکنهای حج اونجا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتن الحج عرفه، حج این عرفات نشتن گفتن، یعنی عرفات نه حاجه آمده عبادت میکنن. وقتی که الله یک نصیب کرده من شما حج فرض آمده موندم، حاجه محترم، روزهای حج 5 روز، روزهای حج عبادت اساسی 5 روز. حاجه که حج فرض میبیان 25 روز، 30 روز، 35 روز میشنن، میبیان مدینه منوره 3 روز زیارت میکنن. مکه مکرمه آمده انشاءالله حاجهایی که از طرفای ما میبیان حج تمتع میکنن. حج 3 خیل میشد، حج قیران، حج تمتع، حج افراد، 3 نموده شد. حاجهایی که از طرف ما میبیان حج تمتع میکنن، یعنی هم عمره و هم حج میکنن. وقتی که حج عمره کرده شدن بعد مکه آمدن لباس احرام کشیده آدم گرفته تا روزهای حج میشنن. روزهای حج اکی سر میشد حاج محترم که میگون از 8 روز ذوالحجه سر میشد روزهای حج. وقتی که 8 روز ذوالحجه سر میشد حاج محترم مهمان به وصل کرده احرام پوشیده، خیلی که عمره نیت کردن لبیک اللهم عمرتن گفته حاج حسین میگون لبیک اللهم حجتن، لبیک اللهم حجتن گفته لباس احرام پوشیده بیان سوی 8 روز ذوالحجه که میرن مینا، وادی مینا رفته همون شب 8 شب در مینا گذراندن سنت دختران جماعت. بعضی کتابان واجب میگون ولی مذهب مانده سنت میگون. یعنی همون شب تا سحر ذکر کرده الله عبادت کرده پایده میشن. وقتی که روز من شما عرفه ما کجا میریم یکم کار میکرد ما سوخنده از خانه سر قبر. روز عرفات وقتی که واجه بیدار میشن نماز بامداد خوانده همه حرکت سر میشد از مینا به جوا عرفات برفتن. واجهی که حتی عرفات هم یک مقدار شده گذشته برفتن هم حج انشاءالله حج بشد، چون که رسول الله گفتن الحج عرفه، حج عرفات نشتن میرن. عرفات هم رفته نماز پیشین شود، یک از اون دو قامت کتی پیشین کتی عصر جمع کده خونده میگرن. بعدا وقتی که نماز شام میشد از عرفات بر اومده مزدلفه میرن، مزدلفه ده نماز شام خودتن یک تکده میخونن و مزدلفه ده تا نماز بامداده الله ذکر کرده تکبیر و تسبیح ها گفته دم گرفته میشنن. وقتی که نماز بامداد در اومد اول وقت خونده روز ایدنده که جمعیران یکم وادی مینا برمیگردن برای 3 جمرات، شیطان به 3
سنگ پرتویی. جمرات چند تا جای سنگ پرتگی های؟ سه تا. یعنی جمرات کبرا، جمرات وسطا، جمرات صغرا. یعنی جمرات کلامی، میانه و خرد. یکم روز ما جمرات کبرا رفته 7 دانه سنگ میزنن. سنگ یعنی مزدلیفه همون شب مواجهات و کرشکچه ها میگرن. یعنی نخت بکرده کمتر نخت بایش نخت خود نشود شد. اون دانه نخت باید یکی کمتر شود انشاءالله موافق بشد. همین چیزه یعنی گرفته رفته 7 دانه جمرات هم سنگ زده. بعد از این انشاءالله بعض ها قربانی پنده میشنن، بعض ها اومده کعبت الله تواف کردن. یعنی چیزی که عمره تواف کرده 7 بار برکت نماز خونده صفا مروه کرده موی سر گرفته قربان ها کشته میشه. بعد سال مینا برمیگردن. مینان ده رسول الله صلی الله علیه وسلم تن ایام تشریق میگونه، روزهای تشریق، ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر لله. روزهای تشریق گفتن رسول الله صلی الله علیه وسلم روزهای گفتن خوردن و نوشیدن و ذکر الله گفتن. رسول الله چهار حج کردن و چهار عمره کردن. کی میگه اونجا؟ چهار حج چهار عمره. ماشاءالله. یعنی یک بار حج شونده قربانی چند تاشتر قربانی کردن. اما هاشون 100 تاشتر گرفت آمدن. 67 تاشتر خودشون دسته مبارکشون کشتن.
عرفات با انشاءالله حضور الله نصیب کند میدان عرفات انشاءالله با حاجای محترم زیارت کرده میگردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حاجی محترم انا شمایان عزیز که تو اومدن کوه عرفات با میدانی که دیده سودید بسکی اکتر زیادتر میدان عرفات بگود حاجی که حج فرض میبیام انم جوازه انشاءالله عبادت کرده میگردن. الله تعالی هر یک مایا همینجا آمده عبادت کردن یک روز نصیب دار گردونه. برای چی کوه عرفات میگون؟ هم اینجا کوه رحمت میگون، هم کوه عرفات میگون. کوه عرفات گفته را شد دو سبب ها. یکی از اینها علماء میگون جبرائیل علیه السلام اومده ابراهیم علیه السلام با پیغمبر الله با خلیل الله با اومده 40 حج کردن یاد دادن، نسک های حج، 40 طواف کردن، 40 صفا مروه سعی کردن، 40 حج کردن یاد دادن. بعد یاد داده شدن سوال گفتن که هل عرفت آیا تو تنش شدی؟ گفتن نسک های حج کردی. گفتن که نعم عرفتو. شنا شدن. یعنی جایی که میگون انم کوهنده ابراهیم علیه السلام و جبرائیل علیه السلام شرط های واجبات فرض های حج رو کنوش یاد داد، جای یاد گرفته شد. عرفه گفته معرفی گفته عربی نسش تنش شدن نمیگه. معنی عرفه یعنی تنش شدن. سه شدن تنش شدن ابراهیم علیه السلام نسک های حج کردی در اینجا. و دیگه ماش هر یک شما اگر تاریخ دانید الله تعالی انسانیت جنت آفرید. جنت آفرید و آدم علیه السلام جنت رو در آورد. ناز نعمت جنت تمامش نشان داده. آدم گفت تمام ناز نعمت جنت استفاده بر مگر هم یک درخت به نزدیک نشود. آدم علیه السلام وقتی که تنگ شدن اقوارق چپشون زنک آفرید الله. برای هایم مونده هیکو زنک اقوارق چپ شدگی میگون کج دویم همه چیز نوتور خیال میکند، دویم گپ میگردوند، دویم غدغدی میکند و روز میکنم که میگو خورقه میشکنه. علاج نیست. روز میچی که زنگ روشش قیم میگو. آی باکن الله دوملو صبر کرد. دوملو شما قیم. الله صبر کرد. یعنی وقت اومده دکتر مدت اومده هم چیزا گفتم. وقتی که آفرید عملاً شیطان یک لوچ که اومده هر دوشون رو وسواس میکنه. این آدم میگود میدونی چه الله تمام نعمت جنت خرو اون درخت من نزدیک نشو گفت میگه. چون که میگه وقتی که این درخت رو استعمال میکنی تا درجه فرشته میرسی. وسواس میکنه. هر دو زنشو باور میکنه. بعضی که تونه میگن همینندم زنا خطا کرد میگه رفتم اون درخت کنده میوهش خود میگه. برابر همون میوه یعنی آدم علیه السلام کندن اونجا نه الله غذاش میبید. الله میگه که من شما امر کردم که تمام ناز نعمت جنت خرو همه درخت نزدیک نشو. خدا حاضر باینده الله همه چیزی حلال کرد. اما که گوییم که نوشابه ها حیات انسان با همون عرق تلخ زهر و قیمت و رفته بعضا حواس میکنه. همه که چیزی حلال با حرام چیز به انسان حواس میکنه. شوید آهوی هم یعنی نفس شما زورشون نسیده خطا کردن. الله تعالی آسمون پیش کرد هر دوشون. اصلا جنت به دوست انسان. اما جنت میشنمود. بسبب یک خطا بشون الله پیش کرد. اینجا ببینید که شیطان هم خطا کرد، آدم هم خطا کرد. شیطان وقتی که آدم علیه السلام الله آفرید همه فرشته‌های سجده کردن. شیطان هم شیطان سجده نکرد. این کی گفت من این سجده میکنم؟ تو من الله آفریده گفت. این خوک شده گفت اما پس میسد این من سجده کنه گفت. با سبب هوای شیطان هم رونده کرد الله. لیکن آدم علیه السلام وقتی که خطا کرد آسمان رونده کرد، لیکن فرق شیطان که انسان سینده آدم توبه کرد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. پروردگار گفت ما نفس ما ظلم کردیم. اگر تو مغفرت نکنی از جمله زیانکاران جزاها میشه. ما مغفرت گفته دعا کردن توبه کردن یعنی الله توبهشون بخشید. لیکن همون روز عبارتای من شما فرصت رو روی زمین انده زندگی کردن یا اینکه گفته الله هم میکنه یا گفته شیطان. این گفته شیطان کده از جنت محروم شدم. انا که اینو اشفا مکن یا گفته الله کده جنت رو باز میگردم یا که گفته شیطان کده شیطان کده همراه شده که جو میره دوزخ میره. من شما این دنیا 60 سال 70 سال یک برای امتحان الله من شما آفرید. بعد از اینکه
عثمان آدم علیه السلام که ماما هوای پرتافت انا همجد بعضی علما میگن بعد 300 سال یادگارشون دیدم. بعد 300 سال یادگارشون دیدم نشناختن. مثلا که روز عرس بیاد بچه تو نشناسد کمیسون. اول میگیرد 3 روز کی باشد تا. بعد 3 روز سونی کمتر این خط باز بوده. میبیند که اپاتون جا نکزوس جای نکزوس سونی عادت میکنه. هوای باید میگویم یادگارشون دیدن نشناس حیران میشن نشناسن. کمتر مدت وقتی زره یادگارشون دیدش سونی میشناسن. برای های علماء میگن که جایی که آدم علیه السلام که با موهای یادگارشون شناسی در روی زمین هم عثمان رو که تنش بده اینجا نشناخته همینجا یادگارشون دیده شناس میشن. آیا میگن شناسایی آدم علیه السلام با موها کتی آیا میگن که کوه عرفات جایی که با موها کتی علماء سیشتن تنش شده حتی قبر موها جدا ان شاء الله جدا رو شاید همون کوچه که بذارم قبر شما دو که میذارم قبر موها جدا نه قبرستون همون قبرستون دفن کرده علماء میگن. برای هوایم جده میگون جده کلمه از جد نگیره جدتون گفته یعنی ماموی جده میگون جدش در آخر جده شدگی به نام مامو هوا شهر جده. منم خیلی تاریخش هست این یعنی تاریخی یعنی عرفات جده سوار بشه چون کوه رحمت میگون گو چون که روز عرفات رحمت الله میبردگی جو اما حاجوان هم جا اومده فقط هم میبینید خیالشون فقط سبحان الله الحمدلله ذکر دست بروش دعا جایی که میگن روز عرفات اینجا رحمت الله میبارد برای هوایم کوه رحمت میگن یعنی رحمت الله میبرده این کوه روز عرفات هم. یعنی این بود کمتر تاریخ کوه عرفات تیپ کوه برآمدن عبادت نیست من اینجا گذشته رو میبینم لیکن اختیاری کسی که میبرونگون مرحمت برایتون یکم معامله لیکن حلای نکن تو چون که من چرا برآمدن تو من که من خارشی چون که برون ببینید یک مایدی اخری کعبه بین تا سانگیات انا برآمد بسیار آدمو قبضه دوم میکنن آدم مشرک شدنش ممکن الله با شریک واردن میشه برای افضلش نه برایتون افضل چون که اونجا برآمدن یگون عبادت باقی من میبرادم من همینجا اما قدیر اومدم اما خبر اومدن نشد ما معامله اگر میبرم گفتن که اختیاری کسانی که لیکن نه برای افضل تر بود اینجا رفته کم در کوفه دور می از رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن این باید مواد در کار چیست التماس بعد تا گوش که براتون میگم اما تو میگم لیکن روزم ان شاء الله یک تکراری مثلا حیات هر یک ما در کار بدونی چیستی این چیزی که هر یک مسلمان باید درش به حق دار این چیزی که هر یک کس درش به قاضی رو چیست موضوع میگم که قرض هم نیفتن لیکن یک پنج کار که عمل که اگر مسلمان درش به من دست چپ همه بینیم بودی مینا آنجا پلکور مینا نشون که تعمیرها پلکور مینا انا همجنده هشتم روز میگم سالی 11 روز 12 روز در همه جای رجاع شده عبادت میکنم الله از وقتی همجا 3 منت 4 منت آدم یک وقتندن همجا جا میشه باز دستی چپ مورد میگه تعمیر هم میشون که ای مالی کوی مایده که بینید مقبره چه هست نمیس اسمان؟ بیسی تونه انا همونجا اسمان علیه السلام ضبط کنه گردنشون میگه کور داره برادن همونجا میشه بگه واقعا انا همونجا سنی تبدیل میگم الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد
السلام اونجا دوستان که اومدی انا هم دیدن دوستان سال ضبط داده بعد خرسنده که بعد پدر فرزند از مسئولی اونجا برمیگرده. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. چشمشون بیاد و حقیقت چیز یک مخلوق الله کلام می نامد این های ترسیده می لرزند میده ساله می بیاد بگود که اقرأ میگون خان میگون خان بود رسول الله صلی الله علیه وسلم میگون من نبی قاری من خواننده نیستم حقیقتا رسول الله نه خونده میتونستن نه نوشته میتونستن من نبی قاری بود اومده آغوشش رو گرفته لرزونده سر میکرد بازم خون میگون من نمیدونم بود بخی که 3 اور بعدش رو گرفته لرزنده سر بیاد خون بود من خواننده نیمون سونی سوره علق اولین 5 آیتش نازل میشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى
کمتر گذشته برفته. این 5 آیات آیات سوره علق نازل میشد. الله میگوید اقرأ باسم ربک الذی خلق. خوان ای محمد میگوید به نام پروردگاری که تی خلق کرد. ببینید یک چند فایده برای من شما. برای من شما کی خلق کرده است؟ الله خلق کرد. الله به این دنیا آورد. به نام اللهی که تی خلق کرد به نام الله خوان میکنه. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. الله خلق کرد انسان از لختخون. وقتی که رحم مادر انده ولی یک چند روز لختخون ها پیدا میشد. وقتی که اولادار میشد اون لختخون ها سکسکن گوشتباره میشد. سکسکن الله جان میتید. اکثر به سروده شود زنها میدونند معامله جمعیدن و میداره دنی الله جان میتید. الله من شما لختخون میگود آفرد. لختخون ها یک تکده گوشت مبدل گردند. اقرأ و ربک الاکرم. خوان که میگود پروردگارت عزیز و مکرم. ذات دین باید صاحب اکرام میگود. صاحب عزت، صاحب حرمت. الذي علم بالقلم. الله همون ذاتی که با واسطه قلم جای علم داد. یعنی چی نمیدانست انسان؟ با واسطه قلم یعنی علم یاد داد الله. علم الانسان ما لم یعلم. یاد داد انسان به آن چیزهایی که نمیدانست. همین آیت وقتی که نازل میشد رسول الله صلی الله علیه و سلم به این آیت ترسیده از کفر آمده گرفته میبرند. گرفته رفته خلیل میخرند در آمده خدیجه مادر میگوید خدیجه من پیچلک تو میگوید. دوما پیچلک میزنن، کوکو پیچلک تو پیچلک میزنن. الله بازم بعد یک چند آیت نازل میکنند. وقتی که رسول الله ترسیده شده با میگوید سوره مدثره اولا نازل میشد. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطهر. الله میگوید ای اهل جامعه پیچلک زده خیز میگوید بشارت مردم با خبر کن پروردگارت بزرگ بدنش برآمده گو این مشرکای این لباس پاک کنگو یعنی علما میگوید طهارت گرفتن یعنی مردم عشیق برآمده پاک کنید. گرد کعبه که از ما طواف رسیم 366 تا موجود هیکلا بود. انا همون مردمی که هیکل پرستن اما های با خبر کن هیکل پرستی پرتوفته یگانه الله بزرگ به عبادت کنن برآمده این های دعوت کنید. همین اندر دیگه ترسیده است رسول الله صلی الله علیه و سلم یک تو پرست خدیجه مادرم اول بچه‌شون ورقه به نوفل گفته بودن به پیش اول با خدیجه مادرم برده و پیش اگه گفته دیان ورقه میگفت که این البته نشون پیغمبری میگفت کنه که من یوش میبدم میگفت ایمان سال بدم یوش میبدم وقتی که قومت یه برآورده پیش میکرد همونجا اون تنه میستادم رسول الله حیران میشن که قوم اون من برآورده پیش میکرد چون که همون وقت همه رسول الله ناز میگه محمد امین میگفتن این باورناکتر انسان این خیانت میکنه انسان این رسمیترین انسان تا همه ناز میدید و خود رو پیش کردن یگان پیغمبری نیست که با پیغمبر آموشد همون که سرش به نامعلوم باشد یعنی تو پیغمبری آمد می سرت به مصیبت آمد یعنی ورقه بن نوفل بخار کن حقیقتا هم که اونجا آمد سحرگر گفتن مجنون گفتن دیوانه گفتن این بشکرمی سحرگر گرمی موی جدو کساس گفتن همون که حالتی گفته گذاشتن برای همین انشاءالله بعد از که این چیز انوخ شد صحبه رسول الله صلی الله علیه وسلم فهمید از آمده سکه دعوت سر کردن یکمین انسانی که دین اسلام قبول کرد از زنهایی که به خدیجه محترم بود زن اولین رسول الله صلی الله علیه وسلم اختبای باب رسول بنابده شد از جون زندگی کردیم ایوشو کی افق سرکو حضرت علی بن ابو طالب قائل کردی اکلانا شریکشون ابو بکر صدیق ماشاءالله کلا قضا چه کار میکنه تا اومد یعنی یکم شده ابو بکر صدیق حضرت علی خدیجه مولوی رسول قائل کردی سونی روز بروز کم کم انشاءالله زیاده شده میدرم روز انشاءالله یعنی جبل نور برخته باید دوام میکنه توبه فراموش نکنیم 5 شرط بدم
ان حقی که هر یک مسلمان باید درش قرض دو من قرضم نگفته که گرفتم